من دعا میکنم تو فقط از ته دل بگو آمین. یا الله دلهای همه ما را با یادت آرام بفرما. یا الله اگر کسی بین ما غمی در دل داره غمش رو به رحمتت برطرف بفرما. یا الله قدمهای ما را به راهی که تو دوست داری نزدیکتر کن و ایمانمان رو محکمتر بفرما. یا الله نمازهای ما را به فضل و کرم خودت قبول بفرما و لذت بندگیت را در دلهای من قرار بده. یا الله گناهان ما را ببخش و از رحمتت ما را ناامید نکن. یا الله به همه ما رزق حلال، آرامش، سلامتی و برکت عطا بفرما. یا الله خانواده های ما را در پناه خودت حفظ کن، بیماران را شفا بده و گرفتاری های بندگانت را آسان بگردان. و یا الله پایان کار همه ما را به خیر قرار بده، دلهایمان را به خودت نزدیکتر کن و ما را از بندگان صالح و محبوبت قرار بده. آمین یا رب العالمین.